به جرئت میتونم بگم که این خاص‌ترین شیوه ماهیگیری واسه تفریحات ساحلی، مخصوصا کمپ. این میتونه بهترین انتخاب واسه ماهیگیری باشه. فقط کافیه یه دونه شیش پر رو وصل کنی و از ماهیگیری لذت ببرید. شیش پرها رو هم از مواد پلاستیکی و ضایعاتی ساخت. میخوایم از پوست این شکلات‌های رنگارنگ شیش پر بسازیم که آموزش ساختش هم تو پست بعدی بهتون میگم. و این شد نتیجه نهایی و بریم که اونو روی برد نصب کنیم. بعد از نصب 6 پر به فاصله 10 الی 15 متر از برد فاصله میگیریم. فقط کافیه نخو به سمت خودمون بکشیم تا برد به سمت آب حرکت کنه. بعد از یه مسافت نسبتاً طولانی بریم ببینیم که چی صید کردیم. متاسفانه خالی. یه بار دیگه تلاش میکنم. ماشاءالله. یه هم به افتخار شما راسادیش میکنم که نگید مایا رو سیف. بهترین لوکیشن واسه استفاده از این برد ساحل‌های مرجانی و صخره‌ایه. شما باید تو اون ساحله رگه‌های مرجانی رو پیدا کنید و از این برد استفاده کنید. دقیقاً مشابه پست‌های قبلی که دارم اون رو روی رگه‌های مرجانی حرکت می‌دم. ان شاءالله که باش ماهی بگیرید. پیجو داشته باش که آموزش ساختش رو بهت بدم.